мардуми шариф Тоҷикистон, ин одама хушвақт мешиносен, ин домлора ҳамат мешиносен. худаш мега ки ма историяи назатиё ҳастам. ин одам якум кирпичи назатиё инами аст. Яксоата буромад зидди назатиёи террористиёи запрешено дар Российской Федерации дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гап зад. Муҳаммад Иқболи Садриддини Гаддо ба тамоми Европа, тамоми сифлисора куруби мисол даъват кард. насиб боша ман ба Тоҷикистон мерам. филми ҳаёти талхи Муҳаммад Иқболи Садриддин 1, 2, 3, 4 ман гарантитон метавам. ин чӣ кор мекарда боша? Чӣ кор мекарда боша? биёем видеоро як бор дигар тамошо мекунем. ин комментария минени хитона биланесен. ман дар кора барои кино. السلام علیکم همدیاران عزیز. چند سخن پیرامون سخنهای محمد اقبال صدرالدین که درباره من تهمت ها و هنگامه ها کرده است و واقعیت را در زبانش خدای تعالی هرگز نیاورده است، فقط کذب و بهتان و دروغ جواب گفته باشم و سمع همدیاران و هموطنان رسانده باشم. در افغانستان بودیم، یک حادثه رخ داد در افغانستان. من قماندان بودم در دشت جون، در شوراباد، در سرچشمه، در راستی فرخار و مسکوز که رفتگی در وز بدخشان. نفرام و هر جا تقسیم شدگی بودن. یک وقتا جمشید گفتگی انسان معاونم کرده بود نهضت اسلامی و سرداری نوری. جمشید از مردم افغانستان بود و از نفری ازبک زبان ها بود. خیلی نفرم داشت. اومدن در سرچشمه خواستن به قشلاق ها هجوم بیارن. من این را منع کردم. وقتی منع کردم جمشید با نوری در ارتباط شد و گفت که قماندان صاحبی عبدالرحیم نمیمانه که ما جهاد کنیم. نوری مرا گفت که چما نمیمانه؟ ما گفتم من نمیگذارم که قشلاق ها را تیرباران کنن. نوری گفت که جهاد دهشت و وحشت داره، قشلاق هم میزنی، میدره میزنی، کلانه میزنی، همه خیلی اکی پیش روی و خفادری روی داره. وقتی که ما فرمان دادیم دیگر هیچ خفا نمیگردیم، بگذار که کجایی را میزنن. من گفتم من راضی شده نمیتونم این کار. بعد من ناامید شدم که همراه جمشید معاونم بود، دیدم که نمیشه. بعد و امیر صاحبی بشیر خان برآمدم. گفتم امیر صاحب من خیلی وضعیت های و که من نمیمونم که اینجا ما مردم افغانستان بعد دو گروه جدا کنن، تاجیک ازبک مون کنن. من نمیمونم. جمشید خیلی صلاح کردن، در آخرش گرفتن آوردن پیش چون نگاه داشتن در چیاب که آوازه شد. بعد چند قماندان های ازبک و چند تا عرب و نوری به چیاب آمدن که چوی خیلیشی چکار شید که امیر بشیر خیلی ترجمه کرد داد، چون که هم خیلیشی ما هم چیزا همی خیلی کردیم. بانه کردن و در شوراباد و در سرچشمه چند خدر تیر و یراق و اسلحه را ماندن اونها و برفتن. گفتن خیلی جهادش همی خیلی باشه که من کنن آدم عی زدن یمی قشلاق ها، ما جهاد نمیکنیم میریم. گفتن آوازه شد که ملا عبدالرحیم چند خدر باشه بود ضرر آورد به نهضت اسلامی. کمیسی روان کرد نوری، برین بسنجین، برین ببینین. خیلی حمد سلطان آدمی اساسی و باوری نوری بود، چیزا همه میدونه. او میآید برای تفتیشات میگه $1,000,000 زیاد ضرر آوردگی ملا عبدالرحیم. نوری قطعی حمد سلطان مصلحت میکنه که پیش پدرش برای پدرش در چیابای ترجمه حالی پدرش ترجمه حالی چای پدرش پس برای خودش نمیگه. بعد میاد پیش پدرم
خیلی پدرم هم نمیفهمه که مقصدش چیه. میگه بابای حاجی همیجا جنگ بود، جهاد بود، نمیدونم مکه فهمیده نفهمیده. الله رحمش مرتضی اونجای دو پرفتن برفتن این جهاد چی میشه، یه گپ چی میشه. بعد پدرم میپرسه که شما ای چوین؟ پدرم میگه که ما از تپیونی خوالین. بعد میگه شما اما اصلی وطنتونه اون تپیونه؟ میگه ها. پدرم میگه که ما بچم ما ای تپیونی خوالین لوی و بین مزار حضرت سلطان و اخترک خوالین گم ای قشلاق تپیون حاضر روجا قشلاق نیست. لیکن دو مراتبه مردمی خوالین سر خاصار به طرفی خربادی قراتیگین به کدام سبب های رفتگیان مثل واسه و مثل دیگر ها. بعد پدرم میگه که خیلی ما رفتیم پدر بابامون بابا استاد رحیم حالی همون خوالین در دهن شال میگن رحمتی رحیم همراه مالای سرش دست شلاخی سفید شهرک میگن بابای استاد رحیم بابای تم بابای او استاد المومن همون جای. بعد بابا کلانشون تپی نام داشته است در قشلاق تپیان. میگه سیدی محمد سلطان میگه که بعد چهلی شید میگه دو بار همین مردمی سر خسار خوالین و طرف همین وادی قراتیگی رفتگی چی بخیای چی فیضابادای چی نورابادای چی تاجیکابادای همیسونا رفتگی هم. بابا کلان ما هم همراه اونها رفتگی بود. از چند سال ماند است و دیگه بعضش گشتن و بعضش همونجا ماندن. بعد بابای ما گشته با وطن آمد است. از جمله 11 بچه همو ایشانی چپان اولیای چپان میگن یه همه تاجیکستان میدانه بچهش ایشانی سلطان 11 میخره 11 تولید داره و اختیاره. و بچه دیگریش قشلاق قنشبک که بین جرگتال و بین تاجیکابادای قنشبک علیوف میدونه. علیوف رئیسی اسپالکومی پیشتره همو تاجیکاباد حاجی حاتم بیگ وقتی ما رفتیم چند بار قنشبک و که ایشانی سید برهان آمد و همه قشلاق قنشبک خریده است در وقتش. بعد چنده حاییت و تاجیکاباد و جرگتال حاییت هم رایون برای 3 رایون میومد زمین های اما ایشونی کلابی را میکنیده بدستن با 3 رایون میومد میدرویده بدستن جمع گرد میکرد دستن. یعنی قشلاقی دورترینی همو بگیم قراتیگی نه ای کلاب رفتن خریدن همو زمان ها. دفعه دیوم پدر و بابای ما سرخواستاری و خوالینگا با طرفی افغانستان حرکت میکنن میاین در شرابات مسکن میگیرن مردم آهسته به افغانستان میگذرانن که راه محکم میشود. قشلاق ددرازک هرغیلک بادام تو با چند قشلاق‌های همونجا قشلاق‌های خوالینگی و سرخواستاری ها میگن با بابای ما ایمی جمع ملا و اشانو را میگذرانن و با گشته به هم وطن به هم تپیونه میاین. این چیزا حمد سلطان میگیره میروه در عبدالله نوری میگه که همین خیلی بدای همیا ایمی کلاب خوالینگ بدستن همین خیلی مردم. عبدالله نوری میگه که ما یقین کردیم که یا کلابیان خائنن یا یگان جای جامعه نیستن ای عبدی سمرقند یگان جامعه نیستن یا کلابیان یا خائنن 1 میلیون آشیب آورده باشه حکم قتلش میتیم. مثل حد میکنه قتل شورای علما همه یک جای میشن بعد مرا فیراد میکنن میگن دودر تو 1 میلیون و چند دلار در ضرر آوردگی به اسلام حکومت اینا چی میشه گفته. بعد شورای علما را میپرسن دوملا محمدی را رئیس شورای علما بود. دوملا محمدی قلسنگیری را مجبورش میکنن که اگر همین فرمان قتل نمیبراری ای همیشه تو زنده به تاجیکستان نمیرای. خیلی چی تهدیدش میکنن او حکم قتل مرا میبراره. وقتی حکم قتل مرا میبراره نظر ده خیلی بچهای بدگی همه به یک آواز ما راضی میگه و 2 کس زید میبرایه. یکتاش دومرو محمد رسول ها زنده ایجلی کل میگه که برای چی را حکم قتل میتین؟ برای یک پیامی حمد سلطان در همونجا حمد سلطان را گفت در پیش نوری که
در اونجا در امنیت کار میکردی، روز ما ندادی، با دیجا اومدی بسید در نهزت چسباندی، تو امنیت بدی، تو نفری رسیه بدی، با این روز با طرف دست راستی کشیده. خیلی خلاص اگر پیره و اعتبارم نمیکنم، تبرک امردینم هم خیلی میگه، با دیگه از دیگه همتری میگه خیلی هیچ گوش نمیکنم. بعد احمد شاه مسعود باید اخیرا مصلحت چه بگیرن که احمد شاه مسعود مدره هستن گفت پیش ما اومدن، میدونی چی شما گفتم نه، گفتم که قماندان صاحب نرسیم خدا به حکم ختم مدرگیتون بیاید. خیلی جهاد است، پیشروی داره، قفاروی داره. یعنی ما گفتنی هستم که در اونجا ما ای وخیو نبودم، ای کلا بودم، کلوبیا کافر ای، کلوبیا قماندان ندارن، کلوبیا به اسلام نزدیکی ندارن. حاج قمردین گفته ای آدم ای کلا پنهانی با مردم همو عادی همه مهاجرین تاجیکستان گپ میزنن که ای کلا به اوان تا نیست، بعد میگن که مولای عبدالرحیم هست. حاج قمردین ای تخور میخیزه، بعد چایابا پیش پدر میگه بابا استو در بین مهاجرین نمیستی، خیلی کنار گرفته رنگ ابوذر واره، همین خیلیش میگه. بعد پدر میگه که من عوام هستم، ابوذر نمیدونم، ما ای کار کرداری انبیا تماما تعبم نمیکشه و نمیخوام، همیجا باید تا قلبم برم تا گورم کنن. اگر به شرطی که زنده بمانم و وطنم برسم خیلی خوب نباشه، من قماندان بشیر گفته گیرم که مردم اگر ایام آوی 5 تعمیله او سرحدی سرچشمه گورم که من دیگه آرمان ندارم. من همیگه پا گفته گیرم یعنی که کلوبیا کافرن، حکم قتلم دادن مرا برای چی؟ برای که کلوبیا ای. و اگر به شرطی ما ای یگون اولادوی و یگون رفتارای و قومای و میشیدم، مرا حکم قتل نمیدادن، برای که چند کس خودشون سوال دادن برای که ای انا کمونیست ای، گو کمونیستای خود موان لطیفی یا دیگر ای خود موان با ای جامعه بدن اما را با ترور کردن برای که حکومت گناهگار کنن. جنجالا رفتن گرفت. بعد روز شد که قماندانا خواستن که به نارکوتیک دست بزنن، ای طرف پنج و ای طرف فرخار و ای طرف ای و ای طرف او، لیکن دستشون نرسید، جاش قیم بده. بعد به همون منطقه‌ای که من قماندان بودم خواستم به همون حرکت کنن که اجازه ندادم. نوری در تهران بود، در ایران. بعد او قماندانا را بین خودشون در نارکوتیک جنجال میشود. ما که راهبر قماندانا بودم و استاد نوری گفته است که بیاین به تهران همینجا دعوا را حل میکنیم، نه که مولای عبدالرحیم کلابی را هم بیاریم، برای که در مقابل ما وخیوچی و غرمی ها یک کلابی بغرضه. بعد ما را گرفتن رفتیم تهران در رفتیم. وقتی که همه خیلی گفت، ما گفتم خیلی من دعوای یاده ما خوش نبودم، نمیدونم چی گپای. میدونستم که درباره نارکوتیک اینه که خدمت بانندانی داشتم، روی پول نارکوتیک میگرفتم، میگو که ما نارکوتیک بذارم ای پولش هم بذارم. بعد گفت گپ اساسی حال نیومدیم. گفتم چی گپای؟ گفت که خودت باید همون منطقه‌های خودت در رشادکه و مثلا پنجره و یگون مانعیت ای طرف سرحدات تاجیکستان استی، همون تبران همون زن فرزنداشون و همون اکا و دادراشون و ما را خبر بگیرن از تاشون بیان اونجا واسون گذاشتن اجازه شما که ما گفتم من نمیتونم اجازه بدم، برای یک دروغ میگن یا نارکوتیک میگذارن، من کار حرام نمیکنم، نه اجازه ندادم. گفت که اجازه شما خیلی گفتم یک مصلحت میکنیم، اگر اومدن بارشون کفتم داشته باشن یگون چیز همیاره ما یگون بپرانمشون یا که نیستشون کنم راضی تگو راضی. ما گفتم بیاید، همه خیلی دیگه نیومدن. بعد به همون راههای خودشون خطی میبردن نارکوتیک و بیستون صدا مصلحت بدمی خیلی گه در افغانستان. بعد همون قماندان بگیم که حاج قمردین بعد میفهمه که خطنده ای کلوبم بده است، میگه قماندان همین خیلی بعد میره و را میگه که نه بده است ای کلوب، خیلی دیگه و هیچ گفتن نمیتونن، همین خیلی زور میزنن حرکت کنن که ما را یگان راه بیاون، ما را ای کلوب بیرون کنن که کلوبی ما نداریم، برای کلوبی ها ما کافرن دیگه علاج نمیوان. این همی خیلی گپا در این ما و بین نهضت بود. محمد اقبال گفته است که
مولای مصطفی یعنی ایشون نصرت الله همون اخیری همون بگم که صلاح شده ایستاده بود اون را قطع ایشون ذکریا قربان شهید و بانه کسلی و ایران روی کردن. او کسلی نبودن و روی که او را از مذهب اهل سنت و جماعت چکا کردن در کار که اون طرف برنشون تا اینکه هم خوجای خارجی را یا خرسنگ کردن. بعد او رفتن اونجا چند وقت تعلیم گرفتن در آوردن او را در تخار گفتن که از بس که ملا عبدالرحیم تقوا نداره و ایشون نصرت الله را ما روی کردیم خواندنی رفت ما نگاهش میکنیم که هیچ شو به تهجد نیست برای راهبریت مجاهدین کلاه این رای خط داره برای همه ملا عبدالرحیم گرفتن در کار ایشون نصرت الله را ماندن در کار مرا فیراد کردن از شرابات در تخار گفتن که جورا بودن به تقوا آمده است پیشکی ما میگفتم که مذهب علش کردن ملت فروختن مذهبشون رویهشون رفتارشون دیگه کردن خیلی گپلا باید آدم نیست کنن بکشن دیگه بعد او را در جا ماندن دانلا ایام الدین گفتگی ستارزاده امروز در قید حیات در تاجیکستان است همراه هم 2 سال پیش و پولشا و ورشا رفتگی بود دانلا ایام الدین خیال میکنه که ملا عبدالرحیم نمیدونه یا اینکه چه گپ نمیزنه چه هیچی نمیگه نکه او نمیدونه که من ملا ایام الدین حرمت میکنم او کاری که در شهر مکه اگه او را بازور در گردنش بستگی که میکنی نمیکنی خوزه عیبین میبریم او چی گپای او را گفتن که میره چه حزب بدخشان میره بچه های کلاب جمع میکنی و میگویی که استاستون پیرتون کلابی ملا عبدالرحیم کلابی کافر شدگی های برای چی که؟ برای که برزید ایشون نصرت الله برزید رویه غیر مذهبی اهل سنت و جماعت خختون میدونید مکه در نظر دارم ملا ایام الدین مجبوره چند بار که مقدش رو پرو شدم نگاه میکنم انتظاره که ملا عبدالرحیم مرا بگه چی به مرا اومدی تری گفتی که من میدونم من هیچ نمیگم هیچ نگفتم در ورشا در تاجیکستانم در کجای دیده باشم هیچ نگفتم تا امروزه همو را مجبور کردن آمد در اینجا همه مردمی بچهای کلوب جمع کرد ای مخصوم ستار سر کرده تا ملا حبیب الله بچه رئیس حسین تا دیگهش همه جمع کرد گو که ملا عبدالرحیم کافر شده ای شما راهبرتون بیاین از بچه های کلاب خیلی کلابی خطون ملا عبدالرحیم لیکن هم کلی ایدین بر آمده ای یعنی تا او چنه من غرمی ها که وخیاچی ها که اگون چیز نبدم کلابی راست بدم بعد ای بین بچه ها یک کس میگن این تو کنی راهبر وقتی آمد و ایدین بر آمده یای مقصود ستار سوال ملا ایام الدین میگه بابای دملا تا ای نامی کی اومده گفته است میگه ای نامی نوری بعد مقصود ستار میگه مرا مکتوب تا ای نامی اگر نوری ایام الدین میگه دهنکی ما میگم دهنکی ای گپ خیلی مقصود ستار میگه دهنکی باشه من نماینده نوریم با جای ملا عبدالرحیم رسیدنی با جای کلوب با خیماندامون هممون کلوبیا یک گپ قبیح گپ میزنه او را نمیگم دست چه میکرد میکنه فلان مادر رو زنامون ایخ میشوه که بعد ما ملا عبدالرحیم شدیم حبیب الله تو ملا عبدالرحیم شده میتونه نصرت الله تو ملا عبدالرحیم شده میتونه ای ملا عبدالرحیم تراشده نمیشوه ملا عبدالرحیم شدن در محنت کن در کارای انا مگت مخصومی ستاره ما حاضر تکرار میکنم برای دیگرها که مخصومی ستاره هم گپش توری گفتگی بود برای راهبر دولت شدن محنت کن در کار میره بیرون دولت ای پولشا ای گرمانی امریکا میلقی بیایی خدمت که نه به حزب حرکت بیایی نمی آدم عادی پیشوای ملت آدم عادی بود جانش در کفی دست گرفت ای جانش گذشت بیگانه ها اوغانایی که نمیشناختنش و راهبری ما گفتن ای زحمت و محنتش ای جانگذاری ای ایثار ملا عبدالرحیم شدن ملا عبدالرحیم تراشده نمیشوه همین خیلی کار میشوه درباره کلابی بدن من صدقه وخیاچیشم میشم صدقه غرمیشم میشم صدقه تاجیکو هممون یک ملتیم نه که در تاریخ اسلام میگه که تروریست اکستریمیزم باغی و خوارج اینا
گفته پیشوای معظم ملت وطن دین ملت مذهب نداره توری میگه. بو دیگر شما از نام احمد شاه مسعود از زبان شنیدم که تو که اگر ملت ای دولت ای ملت جدا نکنن این تروریست ها اکستریمیست ها به مقصدشان نمیرسن. این را در تاریخ هم خواندم در مذهب هم خواندم. این همه خیلی گپ است. اگر به شرط ما نفهمیم ندانیم این ملت زحمت کشیده بزرگی تاجیکستان اینا به نام نهضت اسلامی اسلام میگن، اینها ای یهودم بترن، ای مشرکم بترن، ای کافرم بترن. دوست رفیق احمد شاه مسعود یکم بار افغانستان رفته بودم قبولم کرد غلام محمد آریانپور. او ما تاجیکستانم اون فراش رایی کرده بود با دیگر راه ما با دیگر راه رفتم. او مکتوب رایی کرده از نوری که ای احمد شاه ملا عبدالرحیم کلابی میای یا مسلمان نیستن مکتوب بگی همراه یکی با یگان یاردم یا یراق یا مثلا پول یا یگان چیز یاردم نکنی یا مومن مسلمان نیستن یا مردم کلابن. کلابی ها ما را زدن، کلابی ها ما را کشتن، کلابی ها کافرن. مکتوبی را نوری پیش رسیدن ما به پیش احمد شاه مسعود رسیدگی بود. نه که مرا قماندان وزیر فیض‌آبادی بدخشانی افغانستان مکتوب داد که تراس پیش غلام محمد آریانپور میره. ما چیم کلابی بدم برای مافیای خوارج تروریست اکستریمیست امروز کلابی پگاه ارمی، روز دیگه تبلدرای، روز دیگه وطیای، روز دیگه سوقی، روز دیگه ازبکی، روز دیگه تاجیکی. این دین و مذهب و ملت اعتبار نداره. غلام محمد آریانپور در مکتوب که رسید در اوجا نوشتگی بود که ملا عبدالرحیم کلابی را قبول بکنی و فکراشا گوش میکنی. بسیر خالد قماندان فیض‌آبادی مرکزی بدخشانی افغانستان اون را که میخونه کلابی تست قبول میکنه. نفرای نوری در هم کوچه ها در هم اطراف خوابن. رفتم در آمدم گفت که یک مکشید که آدم ها آمدن ترا گفت همی کلابی نویسندگی گفت ما فیراد کنم که ایم کشلاخوی بابای من نباشی یکه. گفتم بابای تای چای گو ای کنگر کشلامو کنگر چی نام داره. با احمد شاه مسعود تماس گرفت یک خانه گرفت داده کمون بعد کتابا را گرفت داده کم. گو که شما نمی کتابا را خواندگی جزیر شدگی انمی کتابا را میخوانی. جنگ منشید جنجال منشید که آوردگی علما را 25 کتاب دیگه که ما در اینجا همه عالمای تاجیکستان ای استاد ما در دیگه آدم بزرگ و عالم در تاجیکستان است مولا سید رحمان. ما علمی را تمام کردگی بودم در تاجیکستان. رفتم و گفت که حالی ایسر میخونیم. کلابی ایسر میخونید تو. من کتابای او را خواندم در 6 ماه که بعد نوری آمدن گفتن که ما ربانی را احمد شاه را افتن در کار. گفتم ما دیدم جاشونه یا را گرفتم بردم بمب و باج نبود در وزیر اکبر خان یک کوچه در کابل در تای زمین بود. بعد او گفت که احمد شاه را فیراد میکرد سقط فیراد کرد نوری همتزاده باید کس دیگر گفت که کیه رهبر حزبتون. بعد همتزاده را نشون دادن گفتن ای تو چی گفت من رهبر روحانیم. گفت که شما گفت تشکیلاتتون برهم بتین خیلیت که قوم ولی افغانستان شما را نشناخته است ندیده است. این رویه اهل سنت و جماعت نیست که با رهبر روحانی و با رئیس برین در اپریشن یک جور داد من در تخارو گو برین تشکیلات کنین تیز ویران کنین تشکیلات پیشترات نبود روحانی پاهانی را گم کنین که ای مذهبی 4 مذهب اهل سنت برون نیو یا رئیس کنین دیگر رو معاون. خیلی بعد رفتیم در اونجا تشکیلات برهم دادیم. امین بعد گو ای کجایی گو که عبدالله نوری که ما ای وخیایم گو همزا گو ای وخیا این ملا عبدالرحیم خماندان ای کلا بای گفت. بعد گفت واه ای کلا و همشهری ما بود است. گفت استاد ربانی گفت ما افسری شراب بودیم. گفت خلاصه که همین کارا ما تا همیشه کلابی بدیم. امروز باید که ملت سرگردان کنه ملت مردم ای دولت ای مردم جدا کردن در کار. این فکر اندیشه تروریست های در این مسئله ها بسیار هم یک کار عجایب همین که محمد اقبال میگه که یک قماندان بود به نام قماندان یحیی و جهانشاه. جهانشاه میگه ای سویتسکی یحیی ای سبستان یا جهانشاه ای سبستان و یحیی ای سویتسکی.
دروغ ببین که دیگه نمیدونه چی بگه، هر دیگه آدمه. این شاگردی من بود ایسیلچای سویتسکی خیلی مزار. لیکن اوجا ما احیانا مشکل اگه بدیم ایرا کسی اخبارات داده است که ایش ایدی جای اوشه اگه موشه یا آدمه. این دروغ را نگاه که مثال در کدام درجه مرا در ایرپورت قپیدن امنیت بول حبسم کرد او که کجا میگریزی پیش بچه هاد میره حالی من شما را جزا میتونیم تو چوی خیلی میکنیم میگریزی خیلی بولن جزام دادن و بعد چند چکوری کردم نکردم که بعد هویم دادن گفتن که امجاد نمیجم بی این چیزا یگان انسانی دنیا غیر از همه محمد اقبالی شیطان دیگه یگان کس شایدی نمیته که همه آدم همه حبس شده نظررس شده نظرگیر شده گروه حبس کردن بعد گفتن شاید ما اینا 14 سال شد که همه برآمده و درآمده هر سال 2 بار آلمان 2 بار فرانسه 1 بار ژاپن 1 بار خیتای 1 بار روسیه 2 بار روسیه رفته و آمده ایستم من هیچ نمیدونم که این کجا میگیره کدام شیطانی را راهبری بکنه خود شیطان راهبر شیطان من نفهمیدم چی این یک مسئله دیگه همی که علمی من با علمی من میریم که میگه که این خونده میتونه پیش میگفتن که خونده نمیتونن من نامشون میگیرم با ایال کلانتراکوش میگفتن که اگر همه آدم خونده بتونن با خود مرای بلوچ 15 ایتاژه میپرفیم برای خونده و نشته نمیتونن خیلی که امروز با او در نظرم گفتن که خونده نگین که عیب خونده ایست است نه که میخونه و ترجمه کنه میتونه مرای لوتی با داده است مرای لوتی با داده است مرا عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکزی تاجیکستان مفتی اکش محسن عبدالوهاب همقل ما قطیمه خونده است ملا محمد رسولی جلیکولی قطیمه خونده است اشانی سید ناصر خاتمه خوانده است اشانی هدیت الله خاتمه خوانده است دیگر یا مرا باید بها بتن که وقتی که داملاسه رحمان استاد بزرگوار که علمش در سطح بالاترین در تاجیکستان بود علمی رو من گرفتم وقتی او درس میداد یک حوزه در 10-20 کس میشید درس میداد میگو که ملا عبدالرحیم یا را مکالمه کرد چی درسی که بود با همون استاد بودم همون درس رو با من میگفتم در 24 سالگیم تفسیر قاضی بیضاوی که دیگه در علم بخارا ایوه تفسیر وزمین نبود همون را من درس میدادم معنی بکردم امروز یک لوتی خیست از مرا با هم میته کمیسیه موازنت و میزان علم من یک لوتی یک زوجه قماندان غلام بگیرید اخبار اینترنت هوی کنید میگه که زوجه کیه لوتی حاضر مرا با داده از علم محمد اقبال لوتی مرا با داده است مرا مقسوم عبدالوهاب اکی مقسوم اکی مفتی دوملو محمد رسول اشون سید ناصر دوملو سید رحمان میداکی مثلا اشون هدیت الله خی اشون عبدالقدوس الله رحمتش شده از او قطیمون خوانده بودن باز حوزه دیگه داشت بود کتاب در پشتم بود میرفتیم با دیگه گروه در درس میداد با میگم ملا عبدالرحیم خطیو مکالمه کرد یا پگه اگر اگون جنار نه ایت میپرسم یک بار هیچ این دوره بپرسید علمی مرا با ها بتن من میدانم یا نمیدانم یا لوتی خستاز مرا میگه که معنی کدن نمیتونه ای مردم تاجیکستان هشتونه به سر بگیرین بخیزین از سکوت عن الحق شیطان الاخر است سکوت کردن از حق شیطانی گنگ رو میده خب نکنین این مرا در نظر نداره این در نظر داره تمامی ملت تاجیکستان در سیمای ما با همون فکری را که ما کرده بودم گفتم که اگر تو دولت ای ملت ای دولت این گروهی تروریسم اکستریمیسم اگر جلو نکنه به مقصدش نمیرسه این همین نقشه رفته شده است مرا علم یا بها بتن علم مرا ما روسیه رفتم 2 ماه برآمد کم در بین عالم و دانشمندای تتر ازبک قرغیز تاجیک قزاق عرب و همه بزرگوارا اونجا بودن من همه را حرمت میکنم چی تترای چی قرغیزای چی ازبکای چی قزاقای نیکی گفتم که بیاین حقیقت میگم چی گفت ما گفتم ملا عبدالرحیم اومده از در روسیه پرزیدنت دولت تعریف میکنه دلیل حجت نداره انمی دلیلای ما عالم اسلام
عالمی روسیه، آسیای میانه، افغانستان، تاجیکستان، انگپای مهمیای اگر دلیل دارین من تیارم خط شما. من خیلی تعریف هم نمیکنم. این خیلی گپا مردم شریفی تاجیکستان پشتونا به سر بگیریم دیگه. باید ما فریب نخوریم. گپش که بچه های ملا عبدالرحیم در سعودی خوندن، سلفیان، قری عنایت الله و حکمت الله. قری عنایت الله در سعودی خونده بود، همه حکومت دولت میدونه. چند بار رفتم خبر گرفتم در مدینه منوره شیخ عبدالرزاق پدرش امروز عبدالمحسن العباد زنده عالم بلندترین سعودیان گو که من نصیحت میکنم بابای ملا عبدالرحیم گو بچت نصیحت که کیا که با سلفی نشه و گرگا بسیار نه بیرون گوسفندا را میخرن میبرن ایدرونی طلبای ما الکای برده مردم بعد دیش با کیم کی پیوست کرده شدن. بچت احتیاط که هم مذهب حنفی پدر باباییتون نمانه. همه ما یکیم چهار مذهب. ما این مذهب شافعی دستمون ایجا میگیریم پامون پام میکنیم، لیکن ما سختگیر و تندره و اغوانداز نیستیم. لیکن این بچه ها را همی خیلی کردیستن. گرگا یک تا گوسفندا را توقع افته بردیستن، سوریه بردیستن، ترکیه بردیستن، خورا جوجه بردیستن. گو احتیاط کنی از همون مذهب. ما بچه من نصیحت کردم طوری لیکن بچه هم حکمت الله اکادمیای مسکو خوندگی سنی عربستان سعودی رفتگی نیستای. اوخی چی بلو دروغای نخوگی به یه درجه یک لوتی را شما باور کنین. بابامون پدرامون یک گپ بزدن میگفتن که دنیا با آخر رسید سخن به شیطان میرسه، سخن به ابلیس میرسه. همون شیخ سعدی گپ خوب زده یه عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. کلانسال هم که شود همون که اصلش حرامه میره و حرام. پدرش یه عمر مال مردم خورده، چی در تاجیکستان چی در افغانستان کجای دیگه مؤسسه خیریه بود و یک صلیب سرخ بود نور شد همونجا میزد، نور شد در همونجا میزد. البته آدم حرام خور هم خیلی حرام لوتی میبروید. برای همه ما کنم یک گپی دروغی ای آدم گپ زنم شما خودتون یک بار فکر کنید. شرم نکرده مرا به هم تعلقی این رئیسی تماجنی بود در یک وظیفه دو کسمان یک چه گفت تا عبید تکر کرد چه گفت پس عبید. اونجا در ما پروفسور نیمت جان، پروفسور محمدوف نوردین، پروفسور زبیدوف، پروفسور ظاهر جورخان گنرال همه یوم معاونان بودن، همکاران بودن. ما با یوم مصلحت میکردم. من نیامدم بگم که ما پروفسورم. ما گفتم مرا دست ما روز کنین بیاین کار کنیم. یا جایه کار کردیم تا امروز از سر بلند خطی یگان کس ای سابقه یا نو ای حاضره نمیگه که تو فلانی آمدی گمرک جزیر کردی. برای که با مصلحت و با مشورت کار کردم. من میرم یگان کس در خانم نمیگه که اکا مبلغ مبته گرفتی و وظیفه نداری. من هیچ کس در وظیفه هم نفروختم، این پولم نگرفتم، این نمیگیرم، این سر با پستم نمیکنم. این همش پندی که دشمن هیچ تنهیو میگه دم بیساگت کجای. ایشالله باوری دارم که در کدام کار کرده باشم راست کار کردم، راست رفتم، مومن و مسلمان کار کردم. امروزم در همه بین استادا و معلمات سر بلند خطی کار کرده استم. اینمی که اگر ببینین که یگان گپم یگان رفتارم ویران باشه اگر بگن که اسلام اصل نداشته است. انا همین خیل شاهد امروز در بین مردمم چقدر که پیشوای معظم ملت راست رفته شده است. در بین 500 مسلمانی بهترین اعلانش کردن. نه او آدمو خیشی جناب عالی نه خیشی ما که بگم پیشوای ملت به خاطر خیشتواری ما این تر مسلمانی 500 کس اعلان میکنیم. او را مهنت زحمت خودش 500 کس مسلمان بلندترین دنیا اعلان کرده است. زحمت مهنت خودش امروز مجبور کرده است مردم که یتیم هم میگه راهبر ما، پدر ما، پرزیدنت معیوب هم میگه پدر ما، راهبر ما، پرزیدنت راهبر دولت، پیغمبر خدا میگه چریک شای میکل کرد گفت که مردم کسی یتیم و معیوب دستگیری میکنه برابری معنی میخیلی در جنت ختم های. این سخن من نیست، سخن پیغمبر های. ما برای پیشوای معظم ملت گپ نزدم در روسیه.
قرقزان بودن گفتم راهبراتون را اطاعت کنین، قزاق‌ها بودن، تتران بودن، روسان بودن، عربان بودن، تمام ملت بود دو جمع گپ زدم. چکل پیشوای معظم ملت میگه که هیچ کس نمیاد ما را آباد کنه، خودمون باید آباد کنیم. پیشوای معظم ملت هم رفت در داخلی خانه خدا داخل شد، فکر خیچه نکرد، رحم خیچه نکرد. موجه شنیدم منبعای یقین و مطمئن که در حق ملت در حق وطن دعا کنید گفتن. انا ای راهبر، انا ای مسلمان، انا ای آدم. فکری فسادی لوتی که گویا ما رفته باشم در پریومی رستم امام علی، بعد اوجه کس برآمده است یا انا معاون شه یا کسی ای بچه در اینجا چکار میکنی در این کلیدار گشته ایسای پشپ پر نمیزنه در اینجا گشته در اینجا برمسه. یک گپی دروغه که ایره نه زمین قبول میکنه نه آسمان. ما یکم بار پریومی رستم امام علی رفتگی نیستم. ما در حق رستم امام علی شب روز دعا میکنم که ای خدا مثل رستم امام علی بار جوانا را زیاد که پروردگار شهر ما آباد از آبادتر شود. خدایا در اطراف پیشوای معظم ملت همین خیل جوانهای بناموس، همین خیل کارمندای بناموس زیاد که دعا میکنم شب و روز. در کدام معرکه باشم، در کدام محفل، در کدام کنفرانس و سمینار و محفل باشم میگم بیاین گپ نتیم همه کسی که بخپیم دیگه جای ناموس های مملکت آباد کنم در کار. یا اینکه شاروخ هم میگه شاروخ هم خیلی فرزندای مای او با ما نه یا دو گیر داره که ما او را یکان تحقیر کنم نه هم غل مای. این شاروخی سعید پدرش همکور ما بود، پدرش همکار ما بود، همون کاری که وظیفه ما کار کردم پدر هم کار کرده بود. ما رفیقیم نمخریم، ما با چی دور آمده است که این گپا میزنم. من دعا میکنم در حق شاروخ که پروردگار با یک اشده شو با یک کمتر خدمتاش در داخل دولت زیادتر شو با بالاتر برو با هم خیلی جوانو بسازن. سبقی که پیشوای معظم ملت برای عموم تاجیکان میتن میگه علم پیشه کنین، جوانو را تربیت کنین، آینده دولت ای جوانو های. چی با ما با جوانو زید ببرم؟ با ما چی تنقیسی کرده است؟ چی تنگی کرده است؟ همگلی فرزندان های فرزندان داریم تعریفش میکنن که بچه زوره، بچه بفهم های دوام میکنیم پروردگار یارا زیاد کنه صفشانا. من با محمد اقبال فاسق خطاب نکرده ایسم، با شما مردمی شریفی بناموس تاجیکستان خطاب کرده گفته ایسادم که شما ناموس ایدست نتین، مردمی باننگ بناموسین. ما داشتیم رودکی، ما داشتیم خوجا حافظ، ما داشتیم مرزا بیدیل، ما داشتیم فریدالدین عطار، ما داشتیم عبدالرحمن جامی، ما داشتیم عبدالقاسم فردوسی، ما داشتیم ابوالقاسم لاهوتی. این قدر بزرگا با بالا یاد بحثی نمیکنه. ما داشتیم سلمان فارسی. این فاسقه، این دروغه، این شیطنته خدا اگر ندانه بنده ای را نمیدونه. یا اینکه ما در اگینست و کار میکرد دستم حاج حلیم قطعی قماندان حکیم آمدن گفتن که در کلاب 2 نفر ما را بچه های اگینست و بچه های تقه بیدن 2 کیلویی گیره این قطعی. بعد ما فیرات کرد دستم و کارمند اگنتی را که همه تانی 2 تانی میزنن، تانه میزنن جگر بینیم 2 اشنوی مرا هم 2 کیلوی شما را وحیب کرد برای 3 ساعتی. بعد او مرا تحدید میکنه میدونی مرا کی تعیین کرده است. یک گپای دروغ، نقشای دروغی که نه زمین قبولش میکنه نه آسمان. من در اگنس و 7.5 سال کار کردم، یگان انسان مرا نگو که تو چوبای خیلی چوبای خیلی. من خیلی آدمی بناموس راستم، چی در تماجنی، چی در اگنس و چی در افغانستان کماندیر راست آمدم، راست میرم، راست میبرم. و برای چی طرفداری میکنم امروز دولت حاضره را؟ برای راست ای، برای درست ای، برای پیغمبر میگه خیر الناس من انفع الناس، بهترین انسان کسی که فایدهش به مردم برسه. فایده پیشوای ملت رسیده است به مردم. ای کشتار، ای دهشت و وحشت تاجیکستان را سبب رها شیدنش شید. خیلی مرد در طرف دارش نمیشه. کوری آدم نیستی، ای فرزند آدم نیستی، ای آدم تولد نشده، ای چوده
کوام پروفسورها، کوام اکادمیکا، کوام دانلاها خدای و نون و معرکهای مردم در رفته گپ زدن میتونین، نوبت میگیریم گپ زدن نمیتونیم. شما گپ زدید وقتی نوبت با دشمن ملت میاد ما گپ زدن نمیتونیم. چبا کجا ده اکجای در کجا توارد چیده مردمی به نام تاجیکستان و کلان نیست. 400 جکیدیست از در خارج تاجیکستان همه خفای حالا که گپاشون دروغای میدونن گپاشون دروغای جکیدگه هستن. اینجا هدف من نیستم، هدف حکومت های پشتی مرا نگیره هیچ کس. برای حکومت بخیزه گپ زنه که بهتون کلیس از حکومت خیل کرد، حکومت رو خیل کرد، پرزیدنت خیل کرد، یو خیل کرد، او خیل کرد. پرزیدنت هم فرزندی آدم های، فرزندی پدر و بابای ما های. خدای تعالی این درجه را داده استش، این درجه را هیچ که او را داده نمیتونه. ترشیده نمیشوه. این فضل خدا های. فضل خدا را هیچ وقت شما فرام ای حسود ها، ای دشمن ها. ولی کسی شما را مخالف میگه اگر نادان است، پروفسور نیست، عالم نیست، دانشمند نیست، مخالف انصاف داره، حق ناحق دشمنیش میکنه. نه که شما دشمن حسود هستین. دشمن حسود باید مرد زن بخیزیم سنگسار کنیم. چاده این شما کیه؟ باز گپی دروغ دیگه و تهمت دیگه که این بسیار فرصت طلب وظیفه طلب های اوخی وظیفه طلب و فرصت طلب بشیدم با گفته شما که ما آدم امنیت، آدم حکومت، آدم مثلا دیگر ارگانو بدستم و خودم هیچ فکر اندیشه نداشته بدستم. خیلی چی حالا با هم گفته شما توری باشه مرا به هم وظیفه های بالا نماندن. یعنی گپی دروغ فساد شما را ما 100% به مردم شریف تاجیکستان میفهمونم که ما هیچی نمیخواهم. من اینمی یک استازی عادی برای تربیت کردن فرزندان در علم معرفت، دانش، دیگه اگه مقصد دیگه ندارم. باز فکری که مرا تهمت کرده ایستادن گویا من ملا محمد رسوله خطیب ملا حق نظر آشنا من میترساندم دستم شو که نامتان در امنیت هستی، امنیت مرید می سید امیر زوروف گنرال پالکونیک بیار 3-4 تنگه ما برم نام توجه کل کنم. ای گپی که شما میگین مرا خیالتون نکنین که طمع دارین و چشمتون به راه دستی مردم مرا خیالتون نکنین. من خیالتون که حرامن خیال میکنم خیلی حرامم. بلا محمد رسول ملا حق نظر زنده اینجا فیرا چون که کومه یگان بار ترسوندم میوره. من یگان بار یگان چیز کندم گرفتم. شلو تعالی با امر خدا یک چیزی غشت حرام میخرم ای مردک طمع نمیکنم که مترا میبرم ای امنیت خلاصت میکنم. مرا امنیت در حیاتش گاب نشان نداده است. امنیت یا که یگان وزارت های قدرتی یگان بار نگفتن که اکای خیلی کو من روم در قبله به خدا قسم میخورم که من مردک باره واقعیت خودم گفتم و خودم میگم مردک زیستم، مردک میرم. من یگان کاری امنیت بود که اگه نیستم. انا میخواد در بالای علمم با مردم سرما پس نکردم در یگان جا. اینو که کمیل فتیر عالی گفته ایستادم ولی هیچی نیسته. ولی ما در مذهبا، ولی ما در نهضت، ولی ما در حزبایی که به نام اسلام نگذاشتم. یکی داود خان گفته است که درسش نداد بعد همون را گرفت در امنیت فروخت. همون انسانی که یک آدم میره و دروغ و فریب نیرنگ تهمت میکنه و رنگی لوتی وره ما آدم مردنم خوبه. و داود خان آشنا مای آتش بهشان بزرگوار آشنام بود. اکش مسجد مخکلان دا بینم میگه اتم یک کس اعتقاد داشت در بین ناملای تاجیکستان همین تو بودی و تو هستی. به جایی که پدرم اینو گذاشت ما خیلی داود خان ترانم خیلی حرمت میکنیم. من مردم همه میدونه، تاجیکستان میدونه، تو خواه دملا محمد رسول دملا حق نظر آشمام نمیدونه، همه میدونه. دملا محمد رسول بود مرا گفت که در افغانستان گونه آدمی که این نهضت همه را جزیر کرد یک ولو که راه بیو با راهبران تاجیکستان بزنیم بریم که همه ایجا لوتی میشه و فسق و فساد میشه و دیگه بشه و میره و حاضی زندن همین مردم. سید امیر زوروف هم خدا همش درست کنه میدونه که ملا عبدالرحیم کیه. خودش در پیشی چند تا گنرال افغان هم جا بودم که من ملا عبدالرحیم در اعتقاد دارم
برای مرد بود و مرد میمونه. یک چیز دیگر با علاوه کم در کره که وقتی در افغانستان فرزنده و خشت برای خودشون با خارج خواندنی رای میکردن، افغانستان جای جنگ و جای دهشت و وحشت بود. من هم خواستم که همه فرزنده ما و دادرام و برادرام برابر همون بچه ها و فرزنده خودشون با خارج خواندنی رای کنن. بعد گفتم سین نوری که خطی بچه ها و دمادای خود خطی بچه ها و دمادای مزوده و دیگر کشورتون این بچه ها و دمادای مرا رای کنید. گو که تو برای مبارزت بردم بگی در شوراباد و دشت جم این سلسله ما خدم چی میکنم. 6 ماه گذشت و ما کاری جهادی غلطی دا آمدم. گفتم این کاری ما چی شید؟ بعد استراف که دادگی حمد سلطان که این کلوبی ها در ضرر جبهه ما و شما در ضرر جهادن 1,000,000 چند هزار قرضان برآوردن. پس بعد گفت که این کار در دست احمدزاده کارهای خارجی و خارج را مکردن در دست من نیست. زبرا گفت پاکستان پیش احمدزاده پاکستان رفتم و گفت که کلوبی ها ما بغار ندارم، ما شما را گنج رای کن نمیتونم. بعد دیدم که خیلی گپ نمیگذره بیفایده. بعد آمدم افغانستان پیش گلبدین رفتم. گفتم مثلا گلبدین حکمتیار یورا پیش احمدزاده و نوری رفتم، فرزنده ما رای نکردن خواندنی حساب خود در آذربایجان مجلس نرود نشینی یونیورسیت هستی داخلشون میکنی. گوه یورا برد همونجا حساب خودش داخل کرد. بعد همونجا خواندم. بعد تنکی در تخار نوری گفت که همو آذربایجان ده نماینده ماندن در کار که مردم ازبکستان روسیه میاین و تهران اومدن ده همونجا یگان نماینده باشه که همون مردم پلاتیت کنن، یک شب روزشون یاردم کنن، شبشون روز کنن، بعد بگذارن تهران پیش استاد نوری براوان و مرکز دیگر در تهران داشتن. من رفتم پیش نوری گفتم گوش کن یا آدم دیگر چی روی میکنه؟ هم دادر ما همونجا حساب گلبدین میخونه، بچه ما همونجا میخونه، اما به یگان مصرف، به یگان با جا گرفتن و به یگان شتاب گرفتن همونجا هستن. هم بگو هم آدم ها را رای بکنن. بعد گفت کی را احمدزاده میدونه، مرا نگو. بعد پیش احمدزاده رفتم. احمدزاده گفت باور نمیکنیم شما را که با مجاهد بیا و مجاهد با بعد دست شما کلوبی بسپاریم. نه که ما کلوبی بدیم توی چینه. تا وقتی که وضعیت کلوبی بود کلوبی بدیم. باور ما نمیکردن کلوبی تمام. لیکن امروز ما کلوبی نیستیم، یا وخیوچیم یا غرمیم یا فیض‌آبادیم یا طویل‌درگیم یا یگان جای دیگه. باید که مردم در تحشد و وحشت اندازن، خیال مردم پریشان کنن، خاطر مردم که جمع هست در اطراف یک حکومت، یک ملت، یک دولت، یک پرزیدنت باید پراکنده شود، جدا شود هم دیگر. به امر تقدیر به تاجیکستان آمدیم. در تاجیکستان در خانه مقسم ستار رئیس تماج نبودم. جمع کردن کلوبی ها را. یک خطر راهبر میمونیم ولایت کلوب در ولایت ختلان در کلوب دیگه نبود، بعد اومدن ما ختلان بود. گویا که مردم کلوب گفته باشن سین نوری که ما به دامل عبدالرحیم در کلوب هیچ کس نیستیم، ما نمیتونیم همون کلوبی اصیل همون عبدالرحیم همون مردم هم میره حرمت میکنن. بعد مرا فیراد کرد، خونه مقسم ستار در رفتیم. بعد گفت که به امیدی حکومت نشه، حکومت را به هیچ جا نمیرسونه. بعد ما نوری را گفتم که حالا حکومت به هیچ جا نمیرسونه، حکومت وفا نمیکنه، 3 سال پس میزنه یک کار سرد میکنه میره. حالا شما وفا میکنین؟ گفت که ما وفا میکنیم، ما گل مونده و قول مونده میستیم، ما اسلام میخواهیم، ما مسلمانیم. بعد ما مقسم ستار را گفتم که مکتوبی که احمدزاده هم را برا بیار. بعد شما میدونین مردم شریف تاجیکستان همدیاران عزیز که اون مکتوب چی بود؟ اون مکتوب در تاجیکستان احمدزاده مرا فریاد کرد، گفت که ما در افغانستان نتونستم بچه ها تا شاگردات را که این حاضر در تاجیکستان که آمده مسلح های ملی شده است، حاضر همون نفرات را میکنم سعودی خواندنی مرحمت بیاد. بعد ما هم یه نفرای بلجوان، یه نفرای دنغره، یه نفرای خوالین، یه نفرای مومن آباد، یه نفر ایشورآباد، یک نفر ای واسه، یک نفر ای مسکوس، یک نفر فرخور، یک نفر ای دنغره، همه ولایت کلوب یک نفری قطعی بچه خدم قاری نایت الله
گفتم نمیاره بگه رو که رحمت استاد گفتم خیام جمع نکردی همی جمع کردی رحمت دازو رحمت. لیکن در اینجا با کاندیداتور رفتیستم برای تماشای کاندیداتور پیشنهاد کردم. بعد گفت که کاندیداتور املاء عبدالرحیم نمیشه برای هم وزیر و وزرا و هم رئیسای کمیته و رئیسای ناحیه کلوبی هم بویر کلوبی پیشنهاد کردیم. همین فرقی کلوبی و کلوبی نیست. بعد خیلی من آدما را گفتم نویسون همشه در مکتوب داشت و یک نفر شعر نام داشت ایلنگره شعر شاگردی ما بود. او رفته بود افغانستان ختیمه یا قبولش نکردن پاکستان ده چلی میکنه به عربا میچسبونه میره و سعودی. بعد ای سعودی خبرگیری اومد در همین دوشنبه میرم در پیش همتزاده. بعد همتزاده گفت که مکتوب در مینویسی همون نمای دادگی تا همین را میبرن در همون سعودی میتن اینو ما قبول میکنه همون شاگرد و بچه تا. گفتم بسیار خوب. بعد مینویسه همین گپش همی که تو همین کاندیداتور تا بگی. ما اون کاندیداتور من نمیگیرم با تماشایی نه که هیچ در خیلی مینویسی رحمت نه میرم مینویسی میره کاندیداتور تا بگی. ما اون نمیگیرم. خیلی خلاصه که نگرفتم. بعد اون نویسان مکتوب در دست همون شعر داد. شعر با مو اسدالله نامش کرده. مکتوب اگر گفت ما میرم که سعودی خیلی آمد بعد خانه ما گفت که استاد گفت همین مکتوب بیو پیش از این که میبرم ما اون مرده که میتونم قبول بکنم شاگردات بکنیم یا بخونیمش. مکتوبه که میکنیم میخونیم همتزاده نسونده است که ای فلانی امید سرداری فلان دایر به تعلیم در مدینه منوره باوری ما همتزاده هستم. این آدمایی که بطوری که هستم شاگردای ملا عبدالرحیم کلوبیان. ملا عبدالرحیم کلوبی کافره. همتزاده نویسنده از همون مکتوب گوی مرا ملادار که است که شاگردات روی میکنه مدینه منوره خوندنی. اون میکنه همون شعر مکتوب میخونه همینطوری گرفتم مکتوب و شعر سعودی رفت. بعد همین بود که در خونه مقصود ستار فیرود من میکنه بچه های کلوب میگن که کلوبی میگن که به ملا عبدالرحیم نمیتونیم حاضر ما مقصد داریم که ترا راهبر حزب نهضت اسلامی در ولایت ختان مونیم به اون نمیشه و به خلد نمیشه و نوری هزار رحمت ما بخشیدم همه راهبری همو ولایت کلوب همو افغانستان در عذاب کشیدی ایامدین رایی کردی که برای بگو کلوبیا راهبرتون بیاوین این ملا عبدالرحیم تون ایدین بدین شده گناهی ما بینین همیخه که مردم رایی نکه از مذهب اهل سنت و جماعت نبرار تو رایشون میکنی خدی که ایران و کیم کجا میخونن ای مذهب بدر میشون با اختلاف و با همین خونریزی و با همون دهشت و وحشت در تاجیکستان اثری نو میکنیم. بعد او جای قماندان زاکیر میگفتن آمد اما برایش کردن ایران با جایی که او را نظامی درس بودن او را میبوده و دستن مچتا در طرز عبادت و طرز تعلیم و همطره نشون. برگشت آمد تا خد نکرد ایزرگر خرگان تپا بود گو که مردم ما را بردن در اوجا ما را گفتن که خماندان تو نظامی مشق میکنی نظامی را ما را بردن مچتا اینه خیلی عبادت اینه اسلام اینه دین اینه خیلی اینه خبر را بردن ما بوسته کردیم مچه کردیم اینه را گریه که اینه شیطانی که خیلی چی گفت گفتن در آوازه نکنه گفتم مرای مذهب اهل سنت و جماعت برآوردن مونا مردم دانا و نادانا یک تیر در پیشانی استاد با فرمان نوری رضوان جان به جانان تسلیم کرد. گفتم در خانه امی مقصود ستار که همون را برای امی نست نابود کردی ما همین را پاک بیزد تو بخشیدیم. اینه ایشان نسبت لا وقتی ما من را گفتردی که این آدم شیخ شده است نمازی تعجب میکنم تو همون عبادت ها ساز نیستم خواه پاک دامن نیستی تو مردم کلوب همی خیلی یا خدر عبادت و خدر شیخی و خدر عبادت نغز نبینن خیلی گرفتی نصرت را در جامعه ماندی همین محنت ها و زحمت ها نسوزه ما هم مرا بخیرت بخشیدم. در دیون بار مرا برای راهبری در ولایت کلوب هیچ وقت سراغ نکرد بخشیدم تدم. همین حالت ده وقتی که مکتوب خوندن که گفت است که همتزاده که ملا عبدالرحیم کافر طرفدار کلوبی های خودش نفر رئیس جمهور ای کلوب های بعد همون مکتوب ما گرفتیم در همون جمعه آندیم. گفتم این نتیم میگوی که کلوبی و حکومت وفا نمیکند ما وفا میکنیم این وفای تو وفای همتزاده برای همین تا همون دور زمانه ما کلوبی بودیم. انا حاضر وقتی که دید است که ما مثل پدرم بابام بابا کلانم همش دامو خوالین
در سویچرک در بالای خونه استاد غلام ما همه وقت مثال ایام کلاه بودیم، در کلاه بودیم، همه خیلی انسان ها همه خیلی حیات. برای همین مقصد و طلب و التماس ما ای تمام مردم تاجیکستان یک چیز است، یگان حزب حرکتی که به نام اسلام چی در تاجیکستان چی در غیر تاجیکستان است، یقین بدانند که جاسوس های غیر مسلمان های دنیا هستند. همین را یقین داشته باشید. دویمی که سخن پیشوای معظم ملت در اخیر تکرار میکنم باز هم که این تروریست اکستریمیست به زبان قرآن خوارج، به زبان قرآن باغی، یا وطن، پدر، خیش، تبار، آیله، اکا، دادر ندارند. برای شاهدی همین گروه هم شنیدیم که دادرش اکاش تا اکای من نیست میگه، برای گمشه میگه که خط رحمان و فصل خط دولت تاجیکستان. حالا که خدای تعالی میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا میگه، خدا پیغمبر میگه که السلطان ذل الله فی الارض فمن اهانه الله و من اکرمه الله. ما همه شما وصیت نصیحت خدا و پیغمبر میکنن که پیغمبر میگه پادشاه سایه خدا است، کسی او را حرمت میکنه خدا حرمت، کسی به حرمت خدا او را به حرمت میکنه. همه گپورا یا میگن اصل نداره، همه پاچو عدالت نداره، پاچو توری نمیره، پاچو فاسقه، پاچو این عقیده خوارج روافض دیگه و دیگه. برای همون این بدبختا نه وطن، نه ایمان، نه اسلام، نه دین، نه مذهب ندارن، یا یک چیز دارن. باید مردم اعتقاد ای پاچو ای حکومت ای مردم که وقت وسوسه کردن و بدگویی کرد، حکومت بگه ای بدگویی کرد بیا که را یکم کار کنم، همین اغوا و شورش سر می شود. برای همین تا این روزه به گفته راهبرهای این حزب فاسق، این حزب فاجر، ما کلابی، ما خائن ملت، ما دوستی یا نه دشمنی یا انا امروز ما یا وخیاچی یا غرمی مقصد کلابی نه، ما یا فرصت طلب هستم، ما کلابی نیستم و پدر بابام در غرمن یا در وخیان یا در یه جای دیگه مردگی رفتگان، بابام استاد رحیم در دهن شل وخیان، بابای استاد عبدالمومنم در سفید شهره که بالای دهن شل خوالین این هم وقتا بگم بگپا یا داخل سنشوانی شیطان ها ابلیس ها این لوتی بخرسندش کنیم این لوتی را. بابام تپی، باباش تپی، قشلاق تپیان در بین مزار حضرت سلطان و خوالین. این تپیان تپی خوالین نه، تپی لوتی شیطانی محمد اقبالی و خیا. انا مردم همین خیلی گفتم ما که قطع شما جنگی شدیم، شما کلوبی و ما و خیا که زدیم کلا و پوست، انا بعد خوجهای خارجی ایا و خود ایا بعد خرسان بچان که انا جاشا گروه ملا عبدالرحیم کلوبی. برای همین من ملا عبدالرحیم کلوبی هم، لیکن ما همه وخیا، همه غرم، همه سوق، همه ایسار، همه زرفشان، همه تاجیکستان حرمت میکنم. مرا استادم ایغر من یکش مخصوم غازی ایامو خشروی قندشبکه که در سرحد اخیری تاجیکاباد و جرگتالای ایوجا بود با استاده که قطعی خواندم بود کدام آوردکم پیش بابای دامدوسای رحمان ایغرم ای قشلوقی شلخوی غرم. لیکن با ای گفته شیطان محمد اقبال مرا آورده است کرده است کلابین او و خیاچی یا که غرمی و دیگر. برای همین از شما مردم شریف تاجیکستان یک التماس از همین حزب حرکت ها الحذر که اسناب ناب محمد صلی الله علیه وسلم از بین میبرن و اختلاف و دهشت و وحشت که انداختن بعد خوجهای خارجی یا ایمانشان او مخره میگه تانستن. این فعل که فعل ابلیس هم شیطان هم خیلی میکنه. وقتی که مردک قطع آیلش وطن با وطن، ریان با ریان، ولایت با ولایت و جمهوری با جمهوری جنگ انداخت، میگه سنی فرزنداش شیطان که اگه با مقصد رسیدیم جمع شیم، نه که نتونست بگه ای جای مون است بیا بریم. برای همین
این همی گپ اخیران ما از مردم شریف تاجیکستان همی که در اطراف پیشوای معظم ملت جمع شیم و همه وطن را که با قوا و قدرت پروردگار همه مردک گل شکفانش کرده است همه را چند قدرش دست باز یابترش کنیم و اتفاق و اتحاد باشیم و سلام.